با کماندان و فرمانده محبوب حزب وحدت اسلامی افغانستان برادر ما کماندان شفیع که اکنون توجهتان را به مصاحبه آن جلب می‌کنیم. کماندان صاحب شفیع محترم، لطفاً شما در ارتباط از که برای ما معلومات بدین که امروز به خاطر چی اینجا جمع شدین و امروز چی روزی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هفتمین سالگرد تأسیس حزب وحدت اسلامی افغانستان و احیای هویت ملیت مردم هزاره می باشد و مردم نظامی ها برای رژیم نظامی آمادگی دارند. و این نیروهایی که فعلا در اینجا دور و بر شما قرار داره مربوط کدام جزتام است؟ نیروهای مربوط گوند لنبردوی پده حزب وحدت اسلامی. بسیار خوب محترم، و شما در قسمت از همه وسایط هم برای ما معلومات بتین. همین وسایط را که فعلا دور و بر شما قرار داره بعد از سقوط غرب کابل که به دست نیروهای فاشیست پنشیر غرب کابل سقوط کرد، بعد از او کدام وسایط و سلاح‌های ثقیل و خفیف زیاد نداشتین. لطفاً شما برای ما معلومات بتین که همه سلاح‌ها و وسایط از کجا کردین شما و چه قسم به دست آوردین؟ 22 اود که استاد شهید به شهادت میرسه و غرب کابل توسط جریان معامله و خیانت و مسلط شوم سیاف و ربانی و طالب پامال میشه و سنگرهای غرب سقوط میکنه. بعد از اون مجاهدین حزب وحدت اسلامی افغانستان به طرف بامیان و مزار شریف حرکت مینمایند تا با دست خالی مبارزه را با اتکا با خداوند شروع نموده و یک تعداد سلاحی که شما میبینید از ماوستای پنشیری و جریان خیانت و معامله به غنیمت. بسیار زیاد تشکر محترم کماندان صاحب، از شما یک جان تشکر میکنیم. وحدت اسلامی افغانستان مربوط غند نمبر 2 پیاده قهرمان. بله تو باشه؟ سینه کشیدگی گردن